مسئله خوش اگر ببینیم، خوش به زبان روسی سزنانی میگن جمعی دانشگاه. ما در واژه عربی میبینیم شعور هم میگن. ما میدونیم که حیوان خوش دارد ولی شعور ندارد. بعضی تحلیل ها و بعضی عملیات هایی که در معینه سر انسان میگذارند در معینه سر حیوانات نمیگذارند. برای این حساب شعور خاصی فقط انسان است و در بعضی زبان های جهانی هم همین شعور ترجمه نمیشه، هرچند خوش ترجمه میشه. مثلا در زبان روسی سزنانی که گفتیم. و البته ما در اینجا باید قید کنیم که ما حاضر به اون جنبه های پیدایش اصلی طبیعی همه خوش هیچ خیلی موجود آمان است نمیستیم، هرچند که مثلا میگن که خوش در ماتریالیزم، یعنی عقیده که زمان شوروی که ماتریالیستی بود، میگن اول ماتریا پیدا شد بعد خوش شد، یعنی شعور پیدا شد. در ایدئالیستی میگن که اول خوش شعور بود و ماتریا پیدا شد. اما ما از یک طرف بینیم که مسئله ماتریالیسم میگه که ما میبینیم اگر یکون ویرانی ساختاری معنی سر اگر در آدم باشد، ما میبینیم که هوشی و واقعا مثلا پورا نیست، کمبودی ها دارد، شعور و هوشش. پس از این نقطه نظر ما میتونیم بگوییم که معنی سر خوش رو پیدا میکنه. دیگه نقطه نظر دیگر گیریم، بعضی رفتار و چیزهای هست در حتی کودکی که هنوز مرد سرش انکشاف نیافته است که ما جنبه های پوره یعنی خوش درک میکنیم. به هر حال این همون یک چوبی است که دو طرف دارد، یعنی که کدامش سر و کدامش پایان است ما اینجا گفتن نمیتونیم. ولی به هر حال این ماتریالیسم و ایدئالیسم این پرکننده یکدیگر هستند که از کدام موقع سر میکنه. چه موقع ماتریالیسم این کار کننده مثلا این اشیاء که چی از موقع ایدئالیسم که این کار رو میکند ماتریالیسم. به هر حال ما در ایده ماتریالیستی کمتر کمبودی ها میبینیم که این کار کننده بگیم که سرچشمه همین اثبات های امروزه فیزیک کوانتی است. ما رفتار یک ذره‌چه خردی را که در داخل اتم میبینیم که اگر ما اتم رو یک میدان کلام فوتبال گوییم، ممکنه همون ذره‌چه خردی که ساخته میشود کوارک ها اینا گوییم که یک دانه نخود در میدان انا همون فوتبال هست، اینقدر خرد است. ولی رفتارش که ما وقتی میبینیم یکی مثلا سفیده که ایرینکه اخبارات میبرد از یادروی حجره و مثلا میتخاندره که کارکردی طیف انرژیتیک را میکند، کی او رو فرمان میده تا چه برنامه ریزی میکند. یعنی که ما میبینیم وقتی که ویروس میخواهد وارد یک حجره شود، یک سفیده اخبار بر را بالایش میگیرد، حالا که سفیده هوش ندارد و فرمانش میدهد که چیکار کند، چه رفتار کند. هنگامی در فضای همون حجره گردش کردن ایمونیتت داخلی همون قواهای نیروهای دفاعی حجره و پایان همون یک رشته‌ای که از سفیده است و راه مثلا پایزدار ما بر این است، پایان هم بررست می شود و او رو نمی‌یابند. چه این رفتار است. ما در این حالت گفته میتوانیم که پس هوش وجود دارد که همین رفتار را میکند، حالا که مغز سر ندارد. پس از این برمی‌آید که این مسئله بحثی است. هر کس میتواند از یک موقع بیستد و جوابش خودش میتید برای همون موقع گرفتش. ولی به هر حال امروز عالمان همین جهان به خلاصه آمدند که هوش در درون انسان، یعنی موقعش در داخلی مثلا مردم شما معنی سر نیست، هوش در بیرون است. اونانی که امروز میگویند که آیا معنی سر فکرها را استحصال میکنند یا که فکرها را از فضای نوسفره، یعنی سفره عقلی اطراف زمین میگیرند.
توسط عالمان، پیامبران، بزرگان، متفکران و فضای اطلاعاتی نوسفیر زمین فکر پرداختن. کی خریدار است اینجا، کی استحصال کننده است. ما می‌بینیم که در روی زمین در هر جامعه هستن کسانی که مثلا استحصال کننده هستن، کسانی هستن استعمال کننده هستن. نه همه میتوانند فکری استحصال کنند و با فضای فکری پرت آیند. برای همین فکرها را امروز با خلاصه آمدن که فکرها در بیرون هستند. شاید فکرهای پریمیتیوی و عادی هر کس میتواند کند، یعنی آن مسئله های زندگی خودش را بیند در حل این است. ولی اندک فکرهایی که نهایت که استراتژی هستند، فکرهایی که دیگر کننده حالات انسان هستند، آنها بسیار وقت با ما خریداری میکنند از فضای اطلاعاتی اطراف، یعنی معنی سر مانند انتن این فکرها را به خود میگیرند و اصلا کسانی که این فکرها را استحصال میکنند و امروز ما آنها را همچون ضرب المثل، همچون شعر و همچون پند و اندرز و همچون آیت و بسیار چیزها ما میبینیم که در این فضای اطلاعاتی هستند. برای همین در این مثلا هم خوش در بیرون بودنش هم ممکن است، در درون انسان هم بودنش ممکن است. پس من بعضی آموزش کردم که در حقیقت نقطه نظر عالمان که امروز خوش در بیرون است، یعنی که در خودی این همین سیریش داخل سیریش وجود ندارد، یعنی یک چیزی هست که اطراف بیرون چرخ میزد. من با خلاصه موندم که وقتی که انسان قانونیت های معنویات رو ویران میکنند، همین خوش او بیرون از تغییر می شود و وقتی که انسان درک میکند که قانونیت های معنویات رو ویران کرده است، یعنی خودش رو از یگانگی هستی و حتی وجودی من همین کائنات جدا که می شود، بوسته سوسیالیزاسی اجتماعیاتش و دیگر گروه‌هایی که این قانونیت رو ویران میکنند و به رابطه او کنده میشه، برای این خوشش در بیرون نیست. مردمی که مثلا باوری دارند و قانونهای معنویات رو ویران میکنند، هوش آنها در داخل است. مثلا هندوها میگویند که دقتت رو در پیشانت گیر. این سببیان نشده است که گویا که هوش داخل معنی سر میشنست. ما از میدونیم که مانند که اگر آدم ما از نافش کشال کنیم، هر دو طرفی بدنش برابر است. یعنی ناف اینقدر جایی که بینی همون مرکزی همین آدم میگیرد که اگر در حالت آویزان کردن این هر دو طرفی بدن، چه پاها چه طرفی سرش برابر نیست، مانند ترازو. این یک چینه که مثلا عمیقی بیان کردن وزن انسان است و همین که هم آدم هم خوشش در بین معنی سر بودنش لازم است که یکی از مشق‌های روانی تاجیکی ما همین است که ما انسان میگیم که خوشت را در بین معنی سر ما و اونه که هندو میگن دقت در پیشان ما در مشق‌های یوگای هندویی که این نظارت فکرهایی که مثلا با وارد معنی سر میشن، چه گفتیم که فکرها در بیرونن و وارد معنی سر میشن با روحی این چکرهای پیشان ما میگویم که دقت را انسان در پشت دل خود دهد، چون که این سببیون میشه که هوش انسان رابطه پیدا میکنه با قلب و آن دریچه‌ای که یک وجه همگی روح هست و اصلی هستی کیهان و نور کیهان. و امروز هم علم اثبات کرده است که فیزیک نظریه فیزیک امروزه که سرحد امروز علم این همون تاریکی هست، انرژی تاریکی هست یا انتی ماتری است که اون طرفش برای علم معلوم نیست که چی هست. مثلا موج‌ها از چی عبارتند؟ ذره‌های دیگری که از این خردتر هستند. ما موج‌ها را ما در علم حاضر می‌بینیم که مارچچه‌ها میگویند که حرکت می‌کنه، یا که موج‌های دراز، یعنی که یک سرش شاید اینجا این موج باشد، یک سرش در امریکا. برای ما تیزگر زدن میتوانیم به تلفن، چون که موج‌ها درازند، یعنی که آنها یک رشته برای
هستن که نهایت خورد. برای همین این سرحد معین شده است. در این طرفی عثمان یکم نگاه کنید، ما غورهای سیاه میبینیم و میبینیم که همین متریای کیهان عثمان یکم ما غورهای سیاه به خود میکشند. ما اگر بینیم در چشم انسان، اگر مرمرک چشم انسان رو بگیریم که سیاه هست، اطرافی اون گوهرک میتواند کبود باشد، سبز باشد، سیاه باشد، کمرنگ باشد، ولی انا همون مرمرکی که نوری که امروز وارد معنی سر میشد مانند انا همون غار سیاهی هست که در کیهان است و شاید این چشم کیهان باشد مانند آن. این طرف خیلی معلوم شد که نور میرود در خلوه های یعنی همون پشتی چشم میزند، اونجا آب میشود نور و مخصوص کلمه تاریخی میگیم ماده های شیمیایی آن رو با سینپسی تاریاست میتین، سینپس تاریاست او رو با قوه برق مبادل میکند. قوه برق رفته در پشت معینه سر صورتیون ساخته میشه. شاید چنین حالت هم در همین کیهانی باشد. این البته یک نظریه قیاسی هست که ما مقایسه میکنیم، تئوری استرابینی از این میشه که ما بسیار صورت درک کردن ما ممکن است. معلوم است امروز سرحد علم پس معلوم که معنویات هم چنین میگوید که عالم از تاریکی ساخته شده است و البته پس یک نیروی هست در همین تاریکی، یک نیروی هست که آن اراده است، آن یک صدای است اخا که امروز ما معلوم شد در ما که ما اگر در بالای یک دینامیک کمونیم ریک پاشیم و همون دینامیک موسیقی مثلا درگیرانیم، ما میبینیم که همون قوم ها شکل های بسیار سیمتری رو میگیرن و با واسطه از موسیقی که نواخته میشود شکل ها هم ایماز میشه. پس شاید این شکل هایی که در کیهان هست شاید این یک صدای انا همون عالم تاریکی باشد که میاید و میرسد و امروز همین شکل ها رو میگیرن. ایخانه یک صدای معینی که حکمتش جز خدا کسی نمیدونه. از همین حساب ما باید خوش خدا در معنی سر گیریم و برای اون که ما نظارت خوش رو به دست داریم که یکی از بیماری های امروز نهایت سرشاری بسیار بیماری های که اثر روانی انسان این یکش پریشان حال است. پریشان حالی یعنی که حالش پریشان است چون که خوش او بند است به بسیار نقطه های زندگی، مسئله هایی که او معنی سری او حل کرده ایستاده است. برای همین نه اینش حل میشود نه آنش معنی سر به خوش یک پریشانی رو میگیرد. تقسیم میشود نیروی او در هر نقطه‌ای که فوکوسی رو تمرکز میکند انسان. برای که همین چیز نشود و پریشان حالی و پریشان خاطری و سراسیمگی و اینکه محکم شوی معنی سر و پلام که یعنی که شکستی کار فعالیت معنی سر نارد و باید همین متمرکزیتی خوش خدا ما امروز به دست گیریم و دقت او رو اداره کنیم. و برای اون که با نیروی اصلی سرچشمه نیروهای کیهانی که ما اون قلب میگویم، ضمیر میگویم و اون که در وجود ما و شماست داخل شد، ما باید دقت خود در پشت داریم. ما اگر در مسئله های میخواهیم عقلی کار کنیم، یکم مسئله های علمی را که مسئله هایی که معنی را آب کردن لازم است، ما باید در پیشانه معنی سر دقت خود رو گیریم. ما اگر خواهیم که یکم ابراز و تصویر یک پروژه ابرازی رو بسازیم، ما باید پشت سر. ما اگر خواهیم که حسیات خود را به دست گیریم و بدن را یا کرخ کنیم یا اینکه حسیاتش پرزور نماییم، ما باید بری سر مثلا در دو طرف دقت کنیم. ما اگر خواهیم که صداهایی که مثلا بسیاری ها صداها میشنوند، آواز میشنوند و در این ما باید دقت رو از اونجا بگیریم
یا اینکه مثلا در اونجا دقت داریم که ما صداهای فوراً کیهان رو بشنویم که در کیهان هم صداهای فوراً بسیار هستند. یا اینکه آواز باطنی خود انسان هم هست که در انسان همه وقت یک موسیقی نواخته می شود، همه وقت یک صدایی هست، همه وقت یک فکری هست، همه وقت یک obrazی هست و اینها کدام مندرجه دارن، یا اینکه بدی دارن یا نکی دارن یا خوبی دارن یا اینکه انگیزنده اون احساسات دیگر، این وابسته است از خود فعالیت مغناطیسی است که چقدر آدم رو به دست خود گرفته است و اینکه موزیکای خود رو زکز میکنند، یعنی که طلبات خود رو از مغناطیس سر خود خانه میگردونند. و البته برای این ما درست‌تر بفهمیم، بسیار وقت مردم مثلا تیرزنی میرن، ما میدانیم که درست کردن مشکل های همون کمان که آنها رو در دیگر درست کردن، خوش و دقت باید همه خیلی باشد و در آن وقت انسان به همون چیز چقور می رود، یعنی متمرکزیت تمرکز خود را نهایت زیاد می گرداند که این سبب می شود که همون چیز برای او همون کاری است یا که یک مسئله است یا که یک چیزی است یا حادثه است یا که یک واقعی است، همون اصلش ریشهش بر اومدن میگیرد. هر زمان معنی دیتال های او رو، الیمنت های او رو شده کشف کردن میگیرد و همین است این مسئله که ما باید در مسیر روانی ما البته یکی از پونکت باشه این است که هوشتون در بین معنی سر گیرید. هوشه که آدم در بین معنی سر گیرید، این در قصر خود انسان میشود که نه همه حسیات هایی که از بدن میاد مثلا در یک ثانیه میلیارد اطلاعات به معنی سر میرود، اما این تا خوش نمیرود، در قسم های پایین معنی سر کار کرد میشد، همون 7 مهمش به خوش میرود. ولی انسان میتواند که در این حالت کمی باید بیاساید و دم گیرد و معنی کارهای خودش کند و برقرار شود، باید همون زمان اطلاعات نگیرد. چه اطلاعات های مثلا چشمی، چه اطلاعات بینایی، چه اطلاعات های گوشی، چه اطلاعات های بوی، چه اطلاعات های نظر، چه اطلاعات های پوستی. برای همین در بین معنی سر که هوش ایستاد، انا همون وقت انسان میتواند که یک آسوده حالی از اطلاعات های گوناگون معنی سر پیدا کند و آرام شود. این از یکی از نقطه های آرام شدن انسان و ما میدونیم که بسیار وقتی آدم ها بیمار میشن دور و دراز، یکی از سبب های بیماری دور و درازشان و مشکل تبابت و قیم تبابت بودن آنها در آن است که آنها یکی از این مشکلات ها آن است که همین خوش دقت خود را در ان همون حسیات ها و علامت ها اون خاطره های کسل میدهد. اینه میگن اکسنتواتسیا، یعنی که در یک چیز اکسنت دادنی، یعنی دقت دادنی خوش آدم و این سبب آن میشود که دقت خوش آدم، که اگر خوش ما آفتاب گیریم، اگر ما شیشه لوپ خطی جمع کنیم نور او رو، این سبب آن میشود که میسوزاند اون اشیایی که ما با او روانه سازیم. انا همین اکسنتواتسیا دقت خوش آدم در یگان عضوش سبب پیدا شدن بیماری میشه. معلم ما هم میگفت که نوگ بینی تو را فکر کنید 3 روز بعد نوگ بینی در پیدا میکرد. یعنی که دقت دادن تصور کنید که دقت انسان میتواند بیماری رو انگیزه پیدا کند، چون که وابسته از اون است که انسان چی میجوید در خود. اگر آدم بیماری در خود بجوید، البته بیماری مییابد و دقت او مانند آفتاب رستنی را قوت میدهد و رستنی افزایش مییابد. همینطور رستنی یعنی بیماری هم میتواند افزایش یابد، انکشاف یابد و در بدن انسان جا کند خودش، چون که بیماری هم یک چیزی ابسترکتی است، اول یک چیزی لایحه‌ای و خیالی و یک حسی است. ثانی‌تر در بدن انسان ریشه میتواند که اون وقت ما این بیماری های
سوماتیکی میگیم، یعنی پیش از آن که انسان بیمار شد چی به واسطه خوابش خواب میبیند، چی به واسطه حسیات‌های گوناگون یا گمان‌ها و اندیشه‌هاش نه، یعنی که خبرهای اطلاعاتی میگیرد که اگر همین دوره و مشق‌های روانی توش که درست اجرا کند امکان هست که همین بیماری در وجود و بدن او نچسبد و انکشاف نیابد. برای همین در این مسئله خوش و دقت همین را البته قید کردن لازم است که امروز ما یک دستاوردی هستیم هم در مسئله ما کردیم که هم انسان باید برای اون که هوشش به معنی سرش بیاد، یعنی از فضای بیرون واردی باطنی نشود، باید قانونیت های معنویات رو کوشش کند که روایت کند و نه همه وقت انسان میتواند که خطا نکند، گناه نکند و مشکلاتی نداشته باشد، ولی باز بغیر از این تواند خود را بخشیده، چون که یکی سببهای بیمارش به انسان که ما در این تگرمیزم این وقتی که انسان خودش را حکم میبرارد به بیماری، یعنی این آن خطاها را میکند و وجدان او حکم میبرارد و حکم او چه میشد که بگذار تو عذاب کشی یا تو کسل شد، یا که باوری دارد استنافگاهی دارد که اگر انسانی کار کند انم خیلی میشد، اگر انسان کار کند فلان کار شدنش ممکن است. ما را از خوبی این استنافگاه را در معنی سر که میمونند برای مشکلاتی در آمدن و یاد گرفتن و آموختن و این شکر خدا و شکریان همین وطنی هم و استقلالیتی که ما امروز داریم، ما با همون عمق بسیار مسئله هایی که خاص و نیابان ما و عرفان نیابان ما وابستگی داشت و اندیشرانی هزار ساله های ایران ها وابستگی داشت، ما امروز امکان داریم که این نقطه نظر خود بگیریم و نظر بگیریم از نیابان خود و دستاوردهای علمی حاضر زمان رو که امروز علمی حاضر زمان خیلی پیشروی کرده است و ما هم که زمان در این دیواری همین کاخ علمی بشریت که سهم گذاشته ایم با فرزندان گذشتگان خود و امروز هم گذاشته ایستادیم، ما حق و حقوق تازه داریم که از دستاوردهای علمی حاضر زمان بشر استفاده بریم، هم برای رشد و نمای وطن و ملت خود و هم برای منفعت مردم جهان. سلامت باشید.